آقا میبخشید میشه کنارتون بشینم؟ حالا که شده. آی خسته شدم. چقدر بدشانسی، چقدر بدشانسی. آخه آدم بدشانستر از من پیدا میشه؟ نمیدونم چرا به دلم افتاده پیدا میشه. من فکر نمیکنم. من فکر میکنم. آقا مزاحم صحبتهای شما که نیستی؟ نه خواهش میکنم. شما که صحبت نمیکنی واسه چه الکی میگی نه؟ مثل که حالت خوش نیستا؟ آره. ای قلم قرصم توی جیبم لطفت. آقا چی کار میکنی؟ دست توی جیب من چی کار میکنه؟ میبینی آقا توی روز روشن میبینی؟ بله. توی شب تاریکم میبینی؟ بله. خوش به حالتون. من توی روز روشنم نمیبینم. حالا چرا ناراحتی؟ آقا من مسافرم، تازه رسیده بودم ترمینال که یهو یه آقای کیف پولمو زد. یهو؟ آره فکر کنم یهو بود. من نمیشناسم. حالا دیگه نمیشناسی. این دیگه چقدر دزده. آقا شما پول منو دزدیده باشی بعدم منو ببینی نمیشناسی؟ چرا؟ بفرما این آقام که دزده. من دزدم؟ نذار دهنم باز شه. دستت درد نکنه، نزدیک بود. این چه وضع صحبت کردنی؟ خیلی خب بابا، نزدیک بود دستت درد نکنه. من دستم درد میکنه، حالیم نیست. مچتو بده ببینم. مچتو گرفتم. مرد حسابی یه چیزی بهت بگم. من